سلامتی خداوند عیسی مسیح پادشاه سلامتی بر تمامی شما دوستای بسیار عزیز ما وطندارای گل ما باشه. سلامتی عیسی مسیح که هیچ سلامتی دیگر ما نمیتونیم کتش برابری بکنیم، به خاطر که او میگه ما سلامتی خود برای شما میتونم، نه مثل سلامتی که دنیا براتان میده. پس فرق است بین سلامتی که خداوند عیسی مسیح برای ما میده. خدا را شکر میکنیم بر یک روز دیگه، بر یک برنامه زنده دیگه که ما میتونیم پیش وطندارای ما بیاییم و از کلام پرقدرت عیسی مسیح برای شما وطندارای عزیز ما بخش بکنیم و خدا را شکر میکنیم که خداوند بسیار زیاد مهربان هست. واقعا بسیار زیاد مهربان است. در کلام مقدس خدا ما میخوانیم که خدا انسان اقدر دوست داره، اقدر دوست داره که او به خاطر ازی دوستی خود حتی صورت انسان میگیره، به شکل انسان در میان ما میآید. و در کلام مقدس خدا ما میخوانیم که زیرا که خدا به این دنیا، به مردم این دنیا آن قدر محبت نمود که او یگانه پسرش را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه صاحب زندگی جاودان گردد. متوجه باشین کلام خدا چی میگه؟ هر که، خواه هر که باشین، از هر کشور، از هر نسل، از هر رنگ، از هر زبان، خواه گناهتان فکر میکنین اقدر زیاد است، اقدر زیاد است که از کوها کده عظیم‌تر است. کلام خدا برای شما یک پیام داره و او پیام کلام خدا است که گناه شما، مشکل شما، بله مصائب شما بالاتر و بزرگتر و عظیمتر از فیض یعنی مدد مفت خدا، از فیض خدا کده، از مدد خدا کده، از رسایی خدا کده بزرگتر نیست. مدد خدا از حکمت خدا میآید و خداوند قادر مطلق است و او میتونه که دستگیر حقیقی ما باشه. هیچ دستگیر مثل خدا وجود نداره. اونمو خدای قادر مطلق به صورت انسان آمد تا که او برای ما دعوت نجات بده. در کلام خدا ما میخوانیم که انسان به نسبت گناه ما به نسبت گناه خود از خدا دور هستیم. خدا مقدس است و ما گناهکار هستیم. پس ما به قدرت خود، به حکمت خود که در گناه هستیم البته نمیتونیم به خدای قدوس برسیم. یک چیز ناپاک نمیتونه یک چیز ناپاک پاک بسازه، بلکه چیز پاک لازم است که تقدیس کنه یک چیز ناپاکه. مثل که صابون دست ناپاک ما را با آب میشویه و پاک میکنه، به همون ترتیب خداوند خدای مقدس تنها میتونه که ضمانت پاکی ما را بده. و او آمد به صورت انسان در میان ما که او ما را ای پاکی را بده، ما را تقدیس بکنه، ما را از گناهان ما نجات بده. خدا را شکر میکنیم که او ای کار عظیم برای ما انجام داد. کلام خدا برای ما بسیار واضح میگه که هیچ شرط جزئی نیست که ما توبه بکنیم از گناهان خود. لازم نیست که ما بارهای گرنگ ورداریم. لازم نیست که ما به فلسفه های انسانی که نیتو بکو و نوتو بکو فلانی و بیمدانی و یا مثل
از او اشخاصی که در هندوستان بالای کوه ها میرن و بالای یک لنگ، بالای یک پا ایستاده میشن و ایستاده میشن خود از زجر و شکنجه میتن، جسم خود شکنجه میتن و فکر میکنن که از این خاطر و این یک وسیله میشه برای ازی که گناه های از او پاک شوه. نه. و یا ای که بعضی کسا فکر میکنه که زندگی انسان مثل ترازو است، خوبی و بدی. خوبی و بدی، اگر ما زیاد خوبی میکنیم بدی کمتر شده میره و اگر ما زیاد بدی میکنیم خوبی کمتر شده میره. یک قسم ما نمیتونیم که خدا را بخریم، ما نمیتونیم که محبت خدا را بخریم، ما نمیتونیم که فیض خدا را بخریم، ما نمیتونیم که حیات جاودان که تنها خدا برای ما داده میتونه، ما خودم او را نمیتونیم که حاصل بکنیم و یا بریم تگدو بکنیم و او را بگیریم و یا چیزی است که ما به زور شمشیر و تفنگ را حاصل بکنیم و یا بعض کسا حتی بسیاری چیزها را که به دست میارن از راه دزدی و غیره به دست میارن. نه، ما حتی دزدیده نمیتونیم از پیش خدا، هرگز نه. پس حیات جاودان، زندگی ابدی، بله حضوری خدای مقدس تنها به سبب فیض خدا، یعنی مدد مفت خدا برای کسایی که لایق مدد خدا حتی نیستند. بله ای از جانب خدا داده میشه. اوست که از بالا می نگره، اوست که قلب ما را، باطن ما را اطلاع داره و خبر داره و آگاهی داره و ما نمیتونیم به هیچ وجه از او پنهان شویم. ما حتی میتونیم که از خانم خود، حتی میتونیم از شوهر خود، از برادر و خواهر خود، از دوست خود چیزهای عمیق دل ما را پنهان بکنیم، در راز بگذاریم و شاید ما بمیریم در همین راز. و اما از خدا نتوان کسی هیچ چیزی را پنهان کرد. از خدا هیچ چیز پنهان شده نمیتونه. هیچ چیزی نیست که پیش از او واضح نباشه. او عمق فکر ما را، او قلب ما را، او هر چیز ما را آگاهی داره. او ما را ساخته و ما خلقت دست او هستیم. او ما را ساخته، او خالق ما هست و ما مخلوق او و ما از او پنهان نمیتونیم. پس چقدر لازم است که ما سر از این توجه بکنیم که ما به خودی خود هیچ کاری را انجام دادن نمیتونیم که به خدا برسیم، بلکه این خداست که به ما رسایی کرده. زیرا خدا به این جهان آن قدر محبت نمود که او یگانه پسرش را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه صاحب زندگی جاودان گردد. آیت 17 برای ما میگه زیرا خدا پسر خود را به دنیا نفرستاد که از دنیا بازخواست شود، بلکه تا آن را نجات بخشد. اگر خدا در این دنیا می آمد به صورت انسان، حتی می آمد و برای ما می گفت که ما آمدیم که از شما بازخواست کنم، ما آمدیم که قضاوت خود از سر شما جاری بکنم، عدالت خود از سر شما جاری بکنم، چه فکر میکنین؟ آیا در دنیا هیچ کسی هست که بگوید من برابری با قدوسیت خدا را میکنم؟ هرگز نه. بعضی کسا در این باور هستند که خداوند قدر بخشاینده هست، یک قدر بخشاینده است که فقط ما گناه میکنیم بالاخره در آخر عمر خود میگیم خدای مرا ببخش بس خلاص و خدا میبخشه او را. اگر یک قسم باشه عدالت خدا پایمال میشه. ما باید نه تنها
توبه بکنیم از گناه های خود. نه تنها توبه بکنیم بگیم که خدایا من گناهکار هستم من توبه میکنم، بلکه به او تحفه‌ای که خداوند برای ما میته، او هدیه‌ای که خداوند برای ما میته، او وعده‌ای که خداوند کرده و پوره میکنه، ما باید به او ایمان بیاریم و اوست عیسی مسیح. یگانه راه نجات از گناه ایمان آوردن به عیسی مسیح است. ایمان آوردن به اوست که او یگانه منجی و یگانه خداوند هست که او میتونه که جل ما را بله از این بدبختی بکشه. او میتونه که ما را از دلدل گناه بیرون کنه. او میتونه که ما را از تاریکی به نور خود بیاره. ما نمیتونیم به قدرت خودی کار را. پس او نامد، از همین خاطر او نامد که از دنیا بازخواست بکنه، بلکه آمد تا که مردم دنیا را نجات بده. مردم دنیا را از زیر این بدبختی نجات بده. کلام خدا بسیار واضح است. آیت 18 میگه هر کسی به او ایمان بیاورد، یعنی هر کسی که به عیسی مسیح ایمان بیاورد، از او بازخواست نمی شود. از او بازخواست نمی شود. اما کسی که به او ایمان نیاورد زیر حکم باقی میماند. یعنی چی؟ زیر حکم باقی ماندن یعنی چی؟ زیر حکم باقی ماندن به معنای عزیز که ما تمامی انسان ها گناهکار هستیم، از خدا دور هستیم. امکان نداره ما در جنت خدا داخل شویم. امکان نداره ما حیات جاودان حاصل بکنیم بجز ای که او ما را ببخشه و بجز ای که ما به او بیاییم از گناهان خود توبه بکنیم و عیسی مسیح را به حیث یگانه منجی خود، به حیث خداوند خود قبول بکنیم و ایمان داشته باشیم که او کفاره گناهان ما را بر صلیب پرداخت، مرد، دفن شد و در روز سیوم از مردگان برخاست. بدون از این امکان نداره. پس چیست؟ هر که به او ایمان آورد از او بازخواست نمی شود. اما کسی که به او ایمان نیاورد زیر حکم باقی میماند. حکم چی؟ زیر نظم گناه، زیر نظم عدالت خداوند، زیر نظم فرمان خداوند که ما دشمن هستیم و ما رایی جهنم هستیم. چون 2 خانه داریم ما تنها. یک خانه ای که از خداست که ما میتونیم به ایمان به وسیله عیسی مسیح ایمان بیاریم به عیسی مسیح که او ما را نجات بده. و دویم دیگه ای که ما تکیه کنیم بر فلسفه های دنیا و بر مذاهب و ادیان و دیگه که کلام خدا برای ما میگه هیچ چیزی دیگری وجود نداره به جز ای که عیسی مسیح ما را نجات بده. اما کسی که به او ایمان نیاورد زیر حکم باقی میماند. جوابش زیرا چرا؟ زیرا به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده است. ایمان نیاورده است. از خاطر ما نمیتونیم خانه خدا بریم. خدا این تحفه رو برای ما داده. میته، بله او میته، میگه که شما میخواین خانه ما بیاین، شما میخواین فرزندان ما باشین، شما میخواین که در ابدالآباد کتمه زندگی بکنین، حیات جاودانه داشته باشین، پیش ما بیاین، به ما ایمان بیارین که من شما را دوست دارم و من به خاطر شما به صورت انسان حتی آمدم، بردار جان خدا دادم، مردم، دفن شدم، در روز سیوم از مردگان برخاستم. بله شاید برای شما این مشکل باشه، ولی من قادر مطلق این کار را برای شما حتما انجام دادم. پس ایمان بیارین. کلام خدا برای ما میگه که حکم ایسته. آیت 19 حکم بازخواست ای است که نور به دنیا آمد ولی مردم به علت اعمال شرارت‌آمیز خود تاریکی را از نور بهتر دانستند. زیرا کسی که مرتکب کارهای بد می شود از نور نفرت. بله چی میگه؟ زیرا کسی که مرتکب کارهای بد می شود از نور نفرت دارد
و از آن دوری می جوید. مبادا اعمالش مورد ملامت واقع شود. اما شخص نیکوکار، شخص نیکوکار اینجا کی را میگه؟ کسی را میگه که به عیسی مسیح ایمان میاره، کسی را میگه که توبه میکنه، کسی را میگه که او خود عاجز میسازه پیش خداوند، میگه خدایا من نمیتونم به خودی خود، ما با اعمال خود، با کوشش های انسانی خود نمیتونم، ولی تو دستگیری مشو، من ایمان میارم به تو. اما شخص نیکوکار به سوی نور می آید تا روشن شود که اعمالش در خدا ترسی انجام شده است. تحفه خداوند پیش رویتان است. او میگه که من ایره برای شما میتونم. او میگه که من شما را دوست دارم، از این خاطر من ایره برای شما میتونم. او میگه که من مکانی برای شما آماده میسازم. او میگه که این مکان جاودانی است که از دست من کسی شما را دزدیده نمیتونه. او میگه که دوستی من قدر عظیم است که هیچ چیزی نمیتونه پیمایش بکنه. او میگه که فقط شما از گناهانتان توبه بکنین و به من ایمان بیارین و من شما را نجات میدم. ایست پیام قدرت خدای پر قدرت ما. خدا را شکر میکنیم که خداوند یک روز دیگه برای ما داده، یک وقت دیگه برای ما داده تا که ما بتانیم از این طریق کلام مقدس خدا را بخش بکنیم. برادر دانیال عبداللهی نوشته میکنن که سکایپ مرا بگیر برادر حسین و ما میخواهیم که بیایم در روی تلویزیون. البته برادر عزیزم دانیال جان متاسفانه امید ما سکایپ نمیتونیم که چی کنیم، شروع بکنیم. خدا را شکر میکنیم، اما شما میتونین که زنگ بزنین، تلفن بکنین. شماره تلفن ما در روی پرده تلویزیون میایه و شما میتونین که از این طریق کت ما تماس بگیرین. برادر هادی خراسانی میگن که البته بایی که قبلا درود فرستاده بودن در ماه جون تاریخ 7 و در تاریخ 12 باز هم خدا را شکر میکنیم، باز هم میگه درود. و برادر اشقان میگن اگر جهان از شما نفرت دارد بدانید که قبل از شما از من نفرت داشته است. اگر شما متعلق به این جهان بودید، جهان متعلقان خود را دوست می داشت، اما چون شما از این جهان نیستید و من شما را از جهان برگزیده ام، به این سبب جهان از شما نفرت دارد. انجیل یوحنا فصل 15 آیت 18 و 19. برادر عزیز ما اشکان جان ایره نوشته کردن خدا را شکر میکنیم برای پیام های شما. واقعا کسانی که به عیسی مسیح ایمان میارن، کسایی که به عیسی مسیح ایمان میارن، نفرت های دنیوی برخلاف از او زیاد میشه و زندانی میشن. حتی کشورها، دولتها و از او نفرت میکنن. این تنها کشورها و دولت‌هایی که صاحب در شرق است و اسلامی است و غیره است نه، بلکه در کشورهایی که مردم فکر میکنن که شاید کشورهای مسیحی هست، یعنی کشورهای غربی مثل کشورهای اروپایی و آمریکا و غیره. مسیحی ها کشور ندارند در این دنیا به او ترتیبی که شما میگین کشور مسیحی. به حیث انسان ما کشورهایی داریم و اما به حیث مسیحی ما یک کشور داریم تنها و اوست آسمان خداوند. اشکان جان بسیار تشکر از پیامتان و از شیرین زبانیتان. خدا را شکر میکنیم و اما میریم به سراغ کلام مقدس خدا. موضوع امروز ما انجیل قدرت خداست که ما ایره از رومیان فصل 1 آیت 16 و از اول قرنتیان فصل 1 آیت 24 گرفتیم که در این دو آیت انجیل عیسی مسیح را ما به حیث قدرت خدا میخوانیم در کلام مقدس خدا و در دعا هستیم که تا چند لحظه دیگه وقتی که ما کلام خدا را مطالعه میکنیم ما میبینیم که خداوند چرا برای ما انجیل عیسی مسیح را به صورت قدرت خود معرفی میکنه. کلمه دیونامیس از همون کلمه که داینامایت گرفته شده و یا از پودر منفجره‌ای که در بم‌ها استفاده میشه و انفجار میته، یک قدرت است. بله، و اما کلام خدا
برای ما عین کلمه را استفاده میکنه، عین کلمه را استفاده میکنه برای ما. و اما صلاح ما این نیست که خون ریزی انسان ها را بکنه. صلاح ما صلاح نفرت نیست. این تلوار ما هست. انجیل عیسی مسیح تلوار ماست. این صلاح ماست. بله، این صلاح البته دیوها را از بین میبرد در زندگی شما، و اما شما را حیات جاودان میده. ایست قدرت مسیح. خب ما مطالعه میکنیم در مورد ازی در فصل 16 میخوانیم که زیرا من از انجیل خجل نیستم. زیرا من از انجیل خجل نیستم. چرا پولس رسول میگه که من از انجیل خجالت نمیکشم؟ علت ازی که پولس رسول میگه که من از انجیل مسیح خجالت نمیکشم ایست که او میگه که انجیل قدرت خداست. انجیل قدرت خداست. برای کی کسا؟ برای کی کسا؟ برای نجات هر کس، برای نجات هر انسانی که در این دنیا هست، خواه او از هر نسل، رنگ و از کشور و از زبان باشه. انجیل عیسی مسیح قدرت خداست برای نجات هر انسان، برای نجات هر کسی که ما در این دنیا میبینیم. هر کسی که چی؟ ایمان بیاورد. اول یهودیان و سپس غیر یهودیان. چرا کلمه اول یهودیان استفاده کرده؟ به خاطر از اینکه ما میبینیم که عیسی مسیح در بین قوم یهود تولد شد. از تمام اول کلمات عیسی مسیح را شنیدن و خداوند وعده های خدا در عهد عتیق تماما از طریق یهودیا برای مردم دنیا بخش کرد. پس اول باید آرنده کلام خدا ایمان داشته باشه و نجات بیافته و به قدرت خدا سر خم کنه، سر خود خم بکنه و ایمان بیاره و بعد این اشخاص برای دیگه کسا تقسیم بکنه. از همین خاطر است که شاگردای اولی عیسی مسیح تماما از قوم یهود بودن، به خاطر از اینکه وعده ها در عهد عتیق تماما از طریق یهود داده شد و برای تمامی اقوام. این به این معنا نیست که قوم بودن که بالاتر از نگاه خوبصورتی، جسامت و یا عقل و یا فکر مهمتر. نه، به خاطر از این بود که خداوند وعده کرده بود برای ابراهیم و ما میبینیم که اسرائیل و یا یهودیا اولاده ابراهیم که وعده کرده بود از طریق اسحاق و یعقوب. و از همین خاطر ما او را خدای ابراهیم، خدای اسحاق، خدای یعقوب میخوانیم. در کلام خدا همیشه آمده خدای ابراهیم، خدای اسحاق، خدای یعقوب آمده. خداوند وعده خدا از امو خاندان میته، از امو طریق میته و یهودیا بودن که کلام خدا را بر ازوا داده شد، وعده های خدا بر ازوا داده شد تا که شاهد کلام خدا و شاهد خدای زنده باشند. در عهد عتیق ما میخوانیم بسیار کسای دیگه بودن که واره خداوند نجات داد، واره خداوند دوست داشت و هر کسی که ایمان می آورد واره شامل اون از امو قوم میکرد. مثلا ملکیسدق، مثلا روت، مثلا راهاب، مثلا بسیار کسای دیگه، ایوب، بسیاری کسا بودن که در کلام خدا ما میخوانیم هر که به عیسی مسیح ایمان آورد، هر که به خدای زنده ایمان آورد و شامل اون از قوم خدا شد. پس قوم خدا بودن تنها شامل قوم یهود نیست، بلکه هر که به عیسی مسیح ایمان بیاره، هر که به خدای زنده ایمان بیاره، هر که به نجات او ایمان بیاره و قوم خاص خدا می باشند. پس اینجا وقتی که ما می خوانیم که اول یهود، وقتی که ما اینجا می خوانیم اول بر یهود، این نجات قدرت خداست برای نجات هر کسی که ایمان آورد. از تمام اول ما کلمه هر کس باید اینجا توجه کنیم. باز اول یهودیان، چرا که
پیام خدا از طریق از او آمد. اولین شاگردای عیسی مسیح یهودی بودن و سپس غیر یهودیان. یعنی اینمی یهودیا بود که بالاخره کلام خدا را چی بخش کرد برای غیر یهودیا. بر غیر یهودیا. امروز به همون ترتیب خداوند از طریق کسانی که به عیسی مسیح ایمان میارن، خواها در آمریکا باشن، خواها در افغانستان باشن و یا در ایران زندگی کنن و یا در پاکستان باشن، کسانی که ایمان میارن قوم خدا می باشن و خداوند میگه که بروید و شاگرد بسازید، بروید در تمامی دنیا شاگرد بسازید از هر قوم، از هر قبیله، از هر مردم برای ما و وارد تعمید بتین به نام پدر، پسر و روح القدس و وارد تعلیم بتین تمامی احکامات را که ما برای شما دادیم، قمانده کردیم. و ببینین که در این کار شما تنها نیستین و ما تا آخر ایام، تا آخر عمر، تا اقصای جهان کت شما هستم. انجیل متی فصل 28 آیت 17 تا آیت 20 ما ای را میخوانیم. پس انجیل قدرت خدا هست برای هر کسی که ایمان بیاره، برای هر کسی که ایمان بیاره. ما میخوانیم که کی هست که این کلمات خداوند برش از طریق روح مقدس خود، از طریق روح مقدس خود الهام کرده. پولس رسول. پولس رسول کی بود؟ او کسی بود که کلیسیا را شکنجه میداد. او کسی بود که باعث اذیت و آزار مردم میشد، کسانی که خصوصا به عیسی مسیح ایمان آورده بودند. اگر شما اعمال رسولان میخوانین، ما میبینیم که اولین شهید مسیحی که استیفان بود، وقتی که او را سنگسار کردن، ما میخوانیم که پولس که او وقت نامش شاول بود، او ایستاده است و او تمامی از این چیزها را میبینه و حتی طرفداری از این است. بلکه ما در کلام خدا میخوانیم که او خانه در خانه میرفت و مسیحی ها را شکنجه میداد، آزار میداد و زندانی میکرد و حتی شاید حکم اعدام از و یا حکم قتل از را صادر میکرد. این شخص در راه دمشق وقتی که میره، به خاطر از اینکه مسیحیایی که در دمشق است وار آزار بده، وار از بین ببره، در نصف راه عیسی مسیح به این ظاهر میشه، نوری که چشمایش نابینا میشه و او میگه کی هستی تو؟ میگه ای شال، ای شال، ای پال. او را پولس خداوند نامش میمانه. میگه من عیسی مسیح هستم. چی میخوای از من؟ برو در دمشق در خانه فلانی کسی بمان و بعد از 3 روز من کتت صحبت میکنم. و ما میبینیم که چطور این شخص پولس به عیسی مسیح ایمان میاره، چطور یک شخص سنگدل، یک شخص مذهبی بسیار زق که مسیحی ها را از بین میبرد، از مسیحی ها نفرت داشت، او خیال میکرد، او فکر میکرد که تمامی از این کارها را او به خاطر میکنه که خدا را خوشنود بسازه. امروز هم کسایی هستن که مسیحی ها را شکنجه میتن، آزار میتن، فحش میگن، بدگویی میکنن. در اینترنت و در هر جای دیگه در مورد مسیحی ها بسیار زیاد چیزهای بد نوشته میکنن و مسیحی ها زندانی هستند از خاطر از و فکر میکنن که کار خدا را انجام میتن. پولس رسول این چیز فکر میکرد و اما عیسی مسیح نجاتش میده و او به عیسی مسیح ایمان میاره و بعد از اینکه پولس رسول به عیسی مسیح ایمان میاره، ما میبینیم که یک تغییر رادیکال، یک تغییر کاملا زیاد عمیق و عظیم در زندگی از این شخص میه. یک تغییر که کاملا روی خود دور بتایه یک کسی. بله، یک تغییر کامل در زندگی از این شخص بیاید و او شخص پیرو عیسی مسیح میشه و به خاطر عیسی مسیح او حتی متحمل تمامی شکنجه ها، نفرت ها میشه. یک سرود میشنویم و بعد از این سرود زیادتر در مورد از اینکه چی چیزهایی را، بعضی از چیزهایی را که پولس رسول البته متحمل شد، ما در موردش فکر میکنیم. بیاین که یک میوزیک بشنویم و بعد از میوزیک
در مورد ازی فکر میکنیم و در مورد انجیل قدرت خدا. تو بود مسیح که بگرفت آغوش مرا، فیض تو بود مسیح که بگرفت آغوش مرا، از قید هر گناه رها بخشید نجات مرا، فیض تو بود مسیح. هر زنده که تشنه است گمراه نشوند از این بعد، هر زنده که تشنه است گمراه نشوند از این بعد، تشنه لبان را عیسی، تشنه لبان را عیسی آب حیات بخشد، فیض تو بود مسیح که بگرفت آغوش مرا، از قید هر گناه ره بخشید نجات مرا، فیض تو بود مسیح. ای محسن و ناجی من داخل شوم آن مکانت، ای محسن و ناجی من داخل شوم آن مکانت، احسان تو عظیم است، احسان تو عظیم است، وارد شدم آسمانت، فیض تو بود مسیح که بگرفت آغوش مرا، فیض تو بود مسیح که بگرفت آغوش مرا، از قید هر گناه رها بخشید نجات مرا، فیض تو بود مسیح. واقعی از فیض عیسی مسیح است که او ما را با آغوش گرفت، از قید هر گناه ما را رهاند و ما را حیات جاودانه بخشید. واقعا چقدر صادق هستی. ما در مورد پولس رسول کسی که میگه که من از انجیل مسیح خجل نیستم، چرا که این قدرت خداست برای نجات هر انسانی که ایمان بیاره به عیسی مسیح، خواه یهود باشه، خواه یونانی باشه و یا هر کسی که باشه. پولس رسول ایره میگه. پولس رسول ما میخوانیم که او خودش کلیسا را شکنجه میداد، او خودش باعث اذیت و آزار کلیسا میشد و اما او نجات میافت. او یک شخص ثروتمند بود و حتی ما در بعضی از داستان ها میخوانیم که شاید او یک کشتی را هم صاحبش بود. او پیش بهترین معلم یهود گمالئیل البته درس خوانده بود. او یک شهری رومی بود. هر کسی را رومی ها شهریت روم نمیداد. باید او شخص دارای تحصیل بسیار عالی، از یک خانواده بسیار عالی و ثروتمند می بود و یا شاید او شخص باید ساینسدان می بود و یا محقق می بود و یا تاریخدان می بود و بسیار چیزهای دیگه می بود، بسیار چیزهای خوب دیگه می بود که او را به حیث یک رومی قبول میکردن و این شخص قدر
شخص مهم بود و اما به عیسی مسیح ایمان میاره و وقتی که به عیسی مسیح ایمان میاره ما میبینیم که پولس رسول زیر شکنجه های بدترین میره، زیر اذیت و آزارهای بدترین میره و اما در تمامی عمر خود بعد از ایمان آوردن به عیسی مسیح پولس رسول ما میبینیم در شکنجه، در زندان، در ای که مردم او را نفرین میکنه، مردم او را دیوانه میگن، مردم او را احمق میخوانه، او کلام خدا را بخش کرده میره بدون در نظر داشت شکنجه هایی که بالای پولس رسول میآید. ما در مورد پولس رسول بعضی چیزها را در اینجا مطالعه میکنیم که ما میخواهیم که تمامیتان غور کنیم. در شهر فیلیپی او زندانی میشه البته و اگر ما اعمال رسولان فصل 16 و آیات 23 و 24 بخوانیم ما در اینجا میفهمیم. البته اگر از آیت 16 هم ما مطالعه بکنیم ما میخوانیم که یک فالگیر صاحب در مورد پولس و سایلاس که همکار پولس بود در انجیل، در بخش انجیل کلام مقدس خدا، این فالگیر صاحب صدا میکنه میگه که این غلام های عیسی مسیح هستند یا در نام عیسی مسیح کارهایی را میکنه و بالاخره صاحب کسانی که این فالگیر را اربابایش بودن و میبینن که پول از دستشان میره، منافعی که حاصل میکردن از دستش میره، شاید فالگیرم به عیسی مسیح ایمان بیاره و بالاخره ما میبینیم که دسیسه میکنن و پولس و سایلاس صاحب هر دویش و تمامی مردم شهر و حتی عساکر رومی و یا قماندان و غیره را طرفدار خود میکنن و میگن که یا این مردا که یهودی هستند شهر ما را به هم میریزند، ایشان رسومی را تبلیغ میکنند که قبول آنها و عمل کردن به آنها برای ما رومیان جایز نیست. آیت 20 و 21 را میگه مردم نیز در این حمله به آنها پیوستند و ماموران لباسهای آنها را در آوردند و امر کردند آنها را چوب بزنند. بعد از لطکوب زیاد آنها را به زندان انداختند. وقتی کلمه لطکوب زیاد ما صحبت میکنیم ما در این صاحب اتاق بسیار فنسی به حساب انگلیسی اگر بگوییم ششتیم و شما هم شاید در جای آرام نشستین، برای ما شاید یک کلمات سرسری معلوم میشه و اما یار اقدر لطکوب کرد، یک هجوم میایه یار بسیار زیاد لطکوب میکنه ما میخوانیم و بعد از لطکوب یار در زندان میندازن و یک امر سخت کردن که ایشان را با دقت تمام تحت نظر بگیرن. با این امر زندانیان آنها را در داخل زندان محبوس کرد و پاهای ایشان را در کنده و زنجیر گذاشتن، یعنی دست و پایشان بسته کردن، دست و پایشان کاملا بسته کردن. لطکوب میکنه، بعد از لطکوب وارا بندی میکنه. اگر کسی زخمی میشه، کسی را لط میکنه، وارا در شفاخانه میبرن در دنیای امروزی. و اما پولس و سایلاس لطکوب کردن، بسیار زیاد لطکوب کردن در شهر فیلیپی. در جای دیگری در منطقه تسالونیکا وارا بیرون کردن، از شهر بیرون کردن. این ما در فصل 17 اعمال رسولان میخوانیم. اگر از آیات 1 تا 10 ما بخوانیم ما در مورد ازی میخوانیم که یک شورش عظیم برپا میشه در اوجا برخلاف ازیا و در این شورش ما میخوانیم که بالاخره پولس رسول و سیلاس را به یک شهر دیگه به نام بیریه رایی میکنن و شما فکر میکنین که در اوجا هم شاید آرام شده باشن، در اوجا هم شاید چیز آسیبی به وا نرسیده باشن. ما میخوانیم که از بیریه هم وارا قاچاق کردن و بالاخره در شهر آتن به او خندیدند، یعنی رشخند کردند. در قرنت او را احمق خواندند و در
گلاطیه و یا غلاطیه او را سنگسار کردن. ما در مورد پولس رسول میخوانیم که او اقدر شکنجه شد که یک بار صاحب او را قلاتکوب کردن، خیال کردن که مرده، او نموت ترک کردن و هجوم رفتن، فکر کردن که او مرده، در حالی که او نیمه مرده در اوجا مانده بود. خدا بود که او را نجات داد، پس به حالش آورد خداوند او را. و پولس رسول با وجود شکنجه های بسیار زیاد، زندان شدن، پیش والی ها رفتن، صاحب سلی خوردن، او را رشخند کردن، احمق گفتن و غیره، با وجود تمامی از این چیزا ما میبینیم که پولس رسول هرگز دل نباخت. او هرگز دل نباخت و او کلام خدا را با قدرتی که خدا او را داده او بخش کرد بین مردم. ما در مورد تمامی از این چیزهایی که سال بالای پولس رسول آمده زیاد صحبت نمیتونیم، و اما در مورد از این که در شهر قرنت پولس رسول و مردم احمق حتی احمق گفتن. از همین خاطر پولس رسول وقتی که رساله خود برای مردم قرنتیان نوشته میکنه، از آیات 18 تا 23 را اگر ما مطالعه بکنیم و حتی تا 25 اگر ما مطالعه بکنیم، این قسم پولس رسول برای ما پیام انجیل میده. چی میگه؟ میگه پیام صلیب برای آنانی که در راه هلاکت هستند پوچ و بی‌معنی است. پوچ و بی‌معنی است. یعنی وقتی که ما پیام انجیل، پیام صلیب برای مردم میگیم و فکر میکنن که و زیاد مطالعه کردن و بسیار مذهبی هستن و به خدا بسیار نزدیک هستن و عقل دارن، حکمت دارن، خصوصا در بخش مردم قرنته که صاحب در اوجا هر کسی خدا صاحب چی میگفت؟ ساینسدان و مامور و مدیر و ای و فلانی و بیمدانی و هر چی میخوانن. هر کسی صاحب یک کله بود، میگفت که من هستم و دیگه کسی نیست، عقلمندترین کسی من هستم. پولس رسول چی میگه؟ پولس رسول میگه که اینمی پیام انجیل، اینمی پیامی را که من برای شما میگم، اینمی پیام صلیب برای از این گونه اشخاص، برای این قسم اشخاصی که ای تو فکر میکنن پوچ و بی‌معنی است. و این گونه اشخاص چی میگه؟ و در راه هلاکت هستند. کسانی که فکر میکنن که انجیل مسیح پوچ و بی‌معنی است، کلام خدا میگه و در راه هلاکت هستند، حتی خودشان خبر ندارن که در راه هلاکت هستند. این تو کسایی هستند که صاحب فکر میکنن که با پول خود، با مذهبی بودن خود، با ای که صاحب ما حتی غریبا را میپوشانم و صاحب یتیما را پول میتم و بیوه ها را ما خانه میتم، حتی فکر میکنن که به این نسبت و میتونن که خدا را بخرن و یا حیات جاودانه بخرن. کلام خدا چی میگه؟ میگه که یا در راه هلاکت هستن. و برای از این قسم کسا انجیل یک پیام بسیار پوچ است، پیام بی‌معنی است. ولی کلام خدا چی میگه؟ باز میگه ولی برای ما که در راه نجات هستیم، یعنی کسانی که به عیسی مسیح ایمان آوردیم، انجیل چیست؟ این قدرت خدا هست. انجیل قدرت خدا هست برای کسانی که به عیسی مسیح ایمان آوردیم. چرا این قدرت خداست؟ باز ما میخوانیم چنان که نوشته شده است: حکمت حکیمان را باطل و فهم دانشوران را زائل خواهم کرد. از خدا کده حکیمتر کی باشه؟ از خدا کده حکمت بالاتر را کی داره؟ هیچ کسی نداره. پس هر کسی که به خود پرباد میشه، هر کسی که به خود میباله که من حکمت دارم، حکمت دارم. کلام خدا چی میگه؟ کلام خدا میگه که خدا حکمت این زمین حکیما را باطل، و کسایی که میگن که من بسیار میفهمم، میگه فهم دانشوران را زائل خواهم کرد. کلام خدا برای ما میگه. پس کجاست حکیم؟ کجاست او حکیمی که در حضور حکمت خدای قادر مطلق بیسته؟ کجاست دانشور
و یا کجاست بحث کننده این جهان؟ خدا نشان داده است که حکمت این جهان پوچ و بی‌معنی است. کلمه پوچ باز ما اینجا میخوانیم. البته در مورد پوچ بودن ما قبلا مطالعه کردیم که کسانی که انجیل عیسی مسیح را صاحب رد میکنن و فکر میکنن که این پوچ است، این قسم کسا چی میگن؟ و میگن که پیام صلیب پوچ و بی‌معنی است. و اما کلام خدا برای ما چی میگه؟ برای ما خدا نشان داده است که حکمت این جهان پوچ و بی‌معنی است، نه که انجیل عیسی مسیح، نه که انجیل عیسی مسیح. خدا در حکمت خیش، خدا در حکمت خیش چنین مقرر فرمود. در حکمت دنیا نه، در حکمت انسانی نه، در حکمت فلسفه نه، در حکمت ادیان و مذاهب نه، بلکه خدا در حکمت خیش، در حکمت خود ای را مقرر کرد که دنیا نتواند با حکمت خود او را بشناسد. پس وطندارای عزیز، آیا شما کوشش میکنین که با حکمت خود خدا را بشناسین؟ کلام خدا چی میگه؟ میگه شما این کار را نمیتونین. چطور امکان داره که ما اشخاص دور از خدا، گناهکار، در گناه، اشخاصی که در دنیای گناه قرار داریم، شما فکر میکنین شما در دنیای گناه قرار ندارین و یا شما فکر میکنین که شما گناهکار نیستین؟ پس اگر شما ایتو فکر میکنین شما خدا را دروغگویی میسازین. چون در کلام خدا ما میخوانیم که همه گناه کردن و از جلال خدا محروم هستن. اگر همه گناه نکردن، چهار طرف خدا یک دفعه ببینین، زندگی خدا یک دفعه ببینین که در زندگی شما چقدر خالیگاه هایی دارین. مثل از او فایشه ای را که صاحب ملاها و مردم یهود پیش عیسی مسیح آورد، گفت که فرمان موسی و یا قانون موسی و یا شریعت موسی برای ما میگه کی باید سنگسار شوه. حکم تو چیست؟ عیسی مسیح اول خود گپ نمیزنه، چون که بر از موقع میته و بعد از او میگه خب خیگه تو از همون کسی که هیچ در زندگی خود گناه نکرده اولین سنگ ورداره و بزنه. میتونست که یک شخصی اولین سنگ بگیره و برداره و بزنه و مشکل در اینجا بود که بسیار کسای دیگه طرفش باز لق لق سعی میکرد که من خبر دارم که تو اینی کار را کردی، من خبر دارم که تو اینی قسم در فلانی جای قار شدی، در فلانی جای اعصابت خراب شد، در فلانی جای اینی تو یک دروغ گفتی، در فلانی جای تو اینی تو دزدی کردی، در فلانی جای اینی قسم یک کاری کردی. در کلام خدا ما میخوانیم که تمامی چیزهایی که از انسان بیرون میشه گناه است. پس ما میبینیم که یکا یکا تمامیشان رفت و هیچ کسی اوجا نماند به جز عیسی مسیح و او زن که او را در حین زنا گیر کرده بودن. بله، گفت کسی تو را محکوم نکرد؟ گفت نه. گفت من هم نمیکنم، برو و آل گناه نکو، من بخشید میده. و کلام خدا چی میگه؟ میگه که حکمت مردم دنیا، حکمتی از این دنیا به همین ترتیب است. و اما از حکمتی که خدا صحبت میکنه، خدا در حکمت خیش، نه در حکمت انسان، در حکمت خیش چنین مقرر فرمود که دنیا نتواند با حکمت خود او را بشناسد. دنیا با حکمت خود نمیتونه که بشناسد، بلکه صلاح دانست، متوجه باشیم، بلکه خدا صلاح دانست که به وسیله همین پیام پوچ و بی‌معنی، کی میخوانیم ما؟ پیام پوچ و بی‌معنی که مردم فکر میکنه، به وسیله همین پیام پوچ و بی‌معنی ما کسانی که به او ایمان میاریم، یعنی کسانی که به پیش عیسی مسیح میاین و ایماندار گفته میشن، خداوند او را نجات میده. نجات از خاطر کوشش های ما نه، از خاطر حکمتی که ما داریم نه، بلکه نجات با وسیله پیام انجیل عیسی مسیح که مردم فلاسفرهای دنیا و یا معلمین دنیا و کسانی که مفکرین دنیا هستن ایره پوچ میگن،
ایره پوچ میگن. خدا میگه ما توسط نظامی پیام پوچ، توسط نظامی پیام پوچ کسانی که ایمان میارن واره نجات میتون. خداوند میخواد ثابت بکنه قدرت خدا که شما نمیتونین، این کار ما هست. کلام خدا باشی میگه در او زمانه می قسم بود یهودی ها خواستار معجزات هستند و همیشه معجزه میخواستند و معجزه میخواستند. چی میگفتن؟ خدایا اگر تو اینی کار را بکنی من حتما ایمان میارم. خدایا اگر تو مرا ویزای کابل بتی. شاید بعضی کسا در وقت در کابل میرفتن به خاطر که ما شنیدیم که شهر بامیان بسیار گل و گلزار بود و صاحب مرکز تجارت از او منطقه و یا منطقه آسیای میانه بود. شاید بسیاری کسا میخواستن بامیان برن در او وقتا، بسیار خوشم داشتن. امروز هم بامیان بسیار قشنگ است، بسیاری کسا میخواین ببینن بامیانه. بله. کلام خدا چی میگه برای ما؟ میگه که اگر شما این قسم خدا را زیر آزمایش خود قرار میتین، میگین خدایا اگر توی نمی مریضی را از من دور کنی من ایمان میارم به عیسی مسیح فوراً. اگر تو کار مرا بکنی که صاحب من برم آمریکا و یا کانادا و یا اروپا و غیره من ایمان میارم بهت. خدایا من عاشق از او دختر شدیم، اگر تو کتش گپ بزنی او کت من عروسی بکنه بس خلاص من ایمان میارم به تو. ما چی میگذاریم خدا را زیر آزمایش خود قرار میتیم؟ کلام خدا برای ما منع میکنه. یهودیان خواستار معجزات هستند و معجزه میخواستن از خدا و میخواستن که یک معجزه خدا برشان نجات نشان بده تا که و ایمان بیاره. مثل از که شنیدن کی بود مانند دیدن. شنیدن اما یک مثال است که میگه شنیدن کی بود مانند دیدن. خدا دیده نمیشه، خدا را کسی ندیده هرگز. درست است که خداوند خدا به صورت عیسی مسیح ظاهر ساخت و اما در کلام خدا ما بسیار قوی میخوانیم که خدا را هرگز کسی ندیده. خدا را هرگز کسی ندیده. خدا نور است و خدا دیده نمیشه. فصل اول انجیل یوحنا آیت 18 هرگز کسی هرگز خدا را ندیده است اما آن پسر یگانه‌ای که در ذات پدر است، یعنی خداوند به صورت انسان می آید. او از همه به او نزدیکتر است، او را به ما شناسانیده و یا او را به ما نشان داده. ما شناختیم خدا را تنها از طریق عیسی مسیح ما میتونیم که بشناسیم و دیگه هیچ راهی نیست که ما نجات بیافیم از طریق ازی که ما خدا را بگوییم که برای من یک معجزه نشان بدی و وقت من ایمان میارم. کلمه شنیدن کی بود مانند دیدن. خدا دیده نمیشه و اما ما ایمان داریم که او هست. ما قدرت های او را میبینیم در زندگی روزمره خود. وقتی که از خواب بیدار میشیم تنفس میکنیم ما میبینیم این قدرت خداست، این معجزه خداست. لازم نیست که ما معجزه دیگه بخوایم. تلفن میگیریم از یعقوب جان از ایران زنگ زدن. یعقوب جان خسته نباشین، روی خط هستین، وقتی ما خیلی کم مانده، لطف کنین بفرمایین. هلو هلو فکر میکنم که هلو بفرمایین، روی خط هستین. سلام عرض میکنم خدمت شما برادر حسین. سلام خدمت شما برادر، بسیار تشکر از تلفنتون. دوست عزیز وقتی ما خیلی کم مانده، لطف کنین بفرمایید. سوالی داشتید؟ بسیار ممنون هستم. بله من میخواستم که اول برام دعا بفرمایید، دعا کنید برام. بعد مطلبی که در ذهنم بود این بود که آنچه که من از انجیل کتاب مقدس دریافت کردم دعوت به مهر و اتحاد و دوستی و یک رنگی و اینها میتونه باشه و فقط به نظر من خیلی حیف هست که ما ایماندارها و شما بزرگواران اختلاف و دو دستگی بینتون ایجاد بشه و برادر هرمز کامل با اون عظمت و دوستی و قشنگی و برنامه‌های خوبی که دارن از شما جدا بشن و مثلا به جای اون حالا دو تا بچه یا کم سن و سال بیان برنامه اجرا بکنن. واقعا حیف هست.
میخواستم بگم اگه امکان داره از اون دوستان عزیزم بازم استفاده بشه. خیلی ممنونم. شما اگه سوالی دارین من خدمتم. یعقوب جان بسیار بسیار تشکر. ما از شما شنیدیم و ما مخالف کسی نیستیم. ما آزاد هستیم در عیسی مسیح که کار نیکو بکنیم. اگر یکی نه 2 تا و یا 3 تا کانال مسیح میشه بهتر هست. مردم زیادتر میتونن پیام های زیادتر را بشنوین. خدا را شکر میکنیم. این جای اختلاف نیست. کلام خدا بسیار واضح است. پولس رسول برای تیموتائوس که او جوان بود، پولس رسول توصیه میکنه، میگه متوجه باشی که هیچ کسی جوانی تو را حقیر نشمارد. پس یک جوان هم میتونه که انجیل عیسی مسیح را بخش بکنه. اما قسمی که یک شخص پیر مثل ما واری و یا برادر کامل واری و یا برادر هرمز واری میتونه، جوان ها هم میتونن، چون که کلام خدا برای ما را واضح میکنه. و خداوند برکت بده برادر کامله، خداوند برکت بده برادر هرمزه و خداوند برکت بده جوانایی که کلام خدا را بخش میکنن. بسیار تشکر. و ما حتما دعا میکنیم. ما شخصا برای شما دعا میکنیم که خداوند هر چی که شما در دلتان هست در رضای خدا پوره شود به نام عیسی مسیح. بسیار تشکر. خدا را شکر میکنیم. و تلفن دیگه ای داشتیم که البته متاسفانه قطع شد و باز هم تشکر از تلفنتان. وقتی ما بسیار کم مانده و اما من میخواستم که این موضوع را یک کمی خلاص کنم. بهتر است که ما خدا را زیر ازی قرار ندیم که خدا اگر تو این کار را میکنی ما بالایت ایمان میارم. کلام خدا چی میکنه؟ میگه اگر یهودیا خواستار معجزات هستن، یونانیا چی میگن؟ به دانش و حکمت میبالن و دانش و حکمت دنبال میکنن. و صاحب چی میکنن؟ میگه که من خو عقل دارم، من ساینسدان هستم، تکنیک کار هستم، طیاره میسازم، ستاره ها را شمار میکنم و این تو عقل دارم و تو عقل دارم. بالاخره میگه من به خدا چی نیاز دارم؟ من خدای خود هستم. اما ما کسانی که مسیحی هستیم چیزی را اعلام میکنیم که دنیا، هم کسانی که خواستار معجزات هستند و هم کسانی که به دانش و حکمت خود صاحب و میبالند و همه ما را پوچ میگن، پیام ما را پوچ میگه. اما به همین ترتیب ما چی میکنیم؟ کلمه اما اینجا گفته شده. ما مسیح مصلوب شده را اعلام میکنیم. ما مسیح مصلوب شده را اعلام میکنیم. اگرچه این موضوع برای یهودیان سبب لغزش و رنجش و برای دیگران پوچ و بی‌معنی هست، اما برای کسانی که خدا آنها را دعوت کرده است، خواه یهود خواه یونانی، مسیح قدرت خدا و حکمت اوست. زیرا آنچه در مورد خدا جهالت شمرده می شود از حکمت آدمیان حکیمانه تر و از ضعف خدا از قدرت انسان قوی تر است. خدا هیچ ضعفی نداره و اما اگر ما مثال بیاریم باز هم ضعف از او از قدرت ما کده بالاتر، از حکمت ما کده خوبتر است. فیض خداوند با شما باشه. خداوند شما را برکت. آمین. عزیزم مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، تنها هادیم